یه جایی هست توی کرمان که میگن هر کی بره حاجت روا میشه. داستان ناشنیده این مکان مقدس را بشنو. این مکان آرامگاه شیخ اسماعیل هراتی است. او درویشی ساده زیست بود که در کنار بقیه مشتاقی زندگی می کرد. از کراماتش این بود که بدون نیاز به کسی روزی خود را از خاک و خشت در می آورد. در زمان حکومت اسماعیل خان وکیل‌الملک حاکم کرمان و سیستان هر زمستان برای فقرا غذا و لباس می فرستادند. روزی که هدایا برای شیخ اسماعیل فرستاده شد، او با لبخند رد کرد و از زیراندازش دست گلی بیرون آورد و به فرستاده داد و گفت از قول من از وکیل‌الملک تشکر کن و بگو خدا خیرش دهد، به فکر فقرا است. ما که رفتیم. وقتی وکیل‌الملک دستگل را دید به مقام معنوی شیخ پی برد، زیرا آن دستگل حتی در بهار هم در کرمان پیدا نمی‌شد، چه برسد در زمستان. ولی هنگامی که به دیدار شیخ رفت با پیکر بیجان او مواجه شد. این واقعه باعث شد که برای او بقعه‌ای بنا کند. در میان 3 گنبد تنها گنبد شیخ بدون کاشی کاری باقی مانده، چرا که گفته می شود هیچ کاشی بر آن باقی نمی ماند.